بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما گرامیان و عزیزانی که این برنامه مبارک تعقیب میکنین، برنامه که ما و شما در چهارمین قسمت او قرار داریم از کتاب ارزشمند تحت رایت طوفان، خندق و خباب که به قلم شهید مجاهد محمد زکی حمد نوشته شده. ما و شما در این جلسه هم در این قسمت هم یکی دو پاراگراف از داخل این کتاب به شکل انتخابی با هم دیگر گفتگو میکنین پیرامون این پاراگراف ها و درس های را با هم دیگر مرور میکنین با امیدی که انشاءالله هم در پله حسنات ما و شما محسوب بشه و هم همان گونه که در جلسات قبلی هم اشاره شد انگیزه ای باشه برای همه ما و در حقیقت ما را به سمت سوی حرکت بده که بتونیم در مسیر رضای الله متعال و در مسیر به دست آوردن خوشنودی الله متعال قدم های را برداریم و کارهای نیک و مؤثر و ارزشمند را انشاءالله انجام بدیم. در قسمت دیگر از او کتاب ارزشمند نویسنده عزیز ما اشارات داره و برخی از جملات انتخاب شده که در این جملات با همدیگر یک دقت میکنیم و دقت در این جملات ما و شما را به فضای میبره و به جایگاهی که این شهید بزرگوار در او جایگاه قرار داشته و ما و شما حداقل میتونیم همون فضا را به گونه مجسم بسازیم. در همون عنوانی که ما و شما در قسمت قبلی هم برخی پاراگراف ها را از او انتخاب کرده بودین، مدرسه 30 روزه، در قسمت دیگه اشاره میکنه و میفرماید که 20 روز اول جنگ گذشت و به لطف الله متعال اراده ها همچون ستارگان در آسمان اوج میگرفت. اشاره به طوفان اقصی داره و از گذشتن 20 روز اول جنگ برای ما و شما حکایت میکنه و اینجا یک تعبیر خیلی جالب کرده ای شهید بزرگوار که اراده ها مثل ستاره ها در آسمان اوج میگرفت و واقعا سنگینه و دشواره که در او شرایط انسان از اراده محکم و آهنین و فولادین اینچنینی بهره‌مند باشه. بعد اشاره میکنه که سپس اخباری از فرماندهی ارشد رسید. این اخبار به این شکل بود: شاید فردا آتش بس برقرار شود، شاید فردا جنگ تمام شود. 20 روز از جنگ سرنوشت سازی که طوفان اقصی آغاز کرده بود و بعد صهیونیست ها با تمام قوا و نیرو بر غزه و مناطق نزدیک به او حمله میکنن. اونجا خب میفهمین که این عزیزای ما، این مجاهدین و این عزیزانه که بعدها خود این نویسنده و کسای دیگری به مقام رفیع شهادت انشاءالله نائل آمدن. خب اینا ارتباطات با فرماندهی خیلی سخت برقرار می شده تحت او شرایط در تونل ها و در او حالات خیلی حساس. اما میگه خبرهای می رسید که شاید آتش بس برقرار بشه، شاید جنگ
هم بشه. اینجا کبیر جالبه کرده شهید بزرگوار، میگه نفس انسانی من اندکی به دنیا متمایل شد و به یاد لذت ها و مال دنیا افتاد. ببینیم عزیزا، این کسایی که جان شیرین خود در کف دست خود میگذارند و خون خود در طبق اخلاص میگذارند و در راه الله تقدیم میکنند، اینا هم مثل همه انسان ها خوش دارن که بالاخره لذت ببرن از این نعمت ها و امکانات این دنیا، از مال دنیا و از امکانات و از لذت های مختلفی که هسته، از اینا بهره ببرن. و شریعت اسلامی هم خب میفهمین ما و شما که منع نکرده از چیزهای حلال و پاکیزه انسان مؤمن استفاده بکنه و بهره ببره. اما میگه که خب ما در اون تونل ها که بودیم، یک دفعه شنیدیم که آتش بس میشه و بالاخره جنگ حالا هرچند موقتا به پایان میرسه. نفس انسانی بالاخره میگه به دنیا متمایل شد، لذت ببریم و از این داخل این سختی ها فشارها خلاص بشیم. بعد میگه که شاید هم این نیرنگی از سوی دشمن مکار بود. دشمن مکارگی خود داره و تبلیغات خود تبلیغات زهراگین خود داره و ما و شما در این حوادث اخیر هم که شاهد او هستیم، در حقیقت این مکارگی دشمن مکارگی آمریکای جهانخوار و صهیونیست های غاصب و جنایتکار ما و شما میشنویم و میخوانیم و بالاخره میبینیم. اینجا هم این نویسنده عزیز ما میگه ما به این فکر افتادیم که از یک طرف خب خوشحال شدیم، بالاخره نفس ما به اون طرف استفاده از لذت ها میل کرد، و اما از طرف دیگه هم بزنیم ما رسید که شاید هم این نیرنگه از سوی این دشمن هیلگر باشه. چرا که در همان شبی که خبر آتش بس منتشر شد، دشمن حمله زمینی را به منطقه عزیز ما آغاز کرد. این جوان عزیز به قضیه اشاره میکنه، این نویسنده کتاب ارزشمند در میدان نبرد طوفان اقصا، شهید مجاهد محمد زکی حمد، به قضیه اشاره میکنه که از یک طرف خبر آتش بس در حقیقت پخش میشه و نشر میشه، و از طرف دیگه قضیه به گونه‌ای مطرح میشه که دشمن حملات خود را سخت‌تر میسازه و او 20 روزه که ما شما در سلاتهای قبل به اشاره کردیم دیگه از او حملات دشمن حمله را سخت‌تر میسازه و در حقیقت در منطقه‌ای که عزیز ما از اونجا هست به اون منطقه فشارها بیشتر میشه. در اون شب دشمن ضربه سخت به ما وارد کرد. آن شب به تنهایی سخت‌تر از 20 شب قبل بود. یعنی در مسیر الله حرکت کردن عزیزان، در مسیر جهاد بیرون شدن، در مسیر مبارزه مسلحانه قدم گذاشتن، خب این معنا نیه دیگه که این مجاهد مسلمانه که کاملا پایبند و ملتزم به احکام شریعت اسلامی هست دیگه یک سر پیروزی دیگه به سراغ از بیایه و بالاخره مشکل را نبینه. نه، این رقم نیه. ما و شما در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم میخوانیم در غزوات مختلف. به عنوان مثال غزوه خندق وقتی در نظر بگیریم، اونجا مسلمان ها در کنار ای که خندق میکندن و زحمت میکشیدن، به حد گرسنگی سر اینا فشار می آورد که بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علیه می آیند و نشان میدن شکم خود که سنگ بسته کردن، از گرسنگی به شکم خود سنگ بستن. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم و لباسی که داره همه کنار میزنن و نشان میدن بره صحابه کنه 2 سنگ بسته کردن. یعنی همین رقم، یعنی در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم همین رقم بوده، پیامبران گذشته هم همین رقم بوده، اولیاء الهی هم و مجاهدینی که در طول تاریخ امت اسلامی در صف مبارزه بودن، بالاخره این مشکلات و دشواری ها و سختی ها را دیدن و به همین شکل به پیش رفتن. مبارزه بالاخره مبارزه دیگه،
سختی داره، دشواری داره. و اینجا باز اشاره میکنه که ما 10 روز را بدون غذا و آب کافی سپری کردیم. حداقل امکانات اولیه هم بهره‌مند نبودن این مجاهدین عزیز. غذای کافی به اختیار نداشتن، آب کافی به اختیار نداشتن. و ما و شما خب صحنه های را در اخبار و اینا دیدین از شهید مجاهد و قائد بزرگوار فلسطین و اهل غزه به خصوص شهید سنوار رحمت الله تعالی علیه، که اونجا خود اسرائیلی ها، صهیونیست های جنایتکار، وقتی جنازه مبارک شهید سنوار رو میبرن و بعدا با آزمایشگاه بالاخره نمونه گیری میکنم در آزمایشگاه، و بعد اونجا خود اونها اعلان کردن که یادم و دوستان عزیز 72 ساعت غذای در وجود از اینا به مشاهده نرسیده. دستگاه ها و بالاخره وسایل آزمایشگاهی که اینو دارن. و این جمعی شهید بزرگوار اشاره میکنه که ما 10 روز بدون غذا و آب کافی سپری کردیم. و اینجا این شهید بزرگوار اشاره میکنه که فقط مقدار غذا و آب داشتیم که از گرسنگی و تشنگی تلف نشویم. و به این ترتیب 30 روز از جنگ میگذره. و این عزیزا ما و شما تصور بکنید که در تونل ها این عزیزان قرار داشتن، آب و غذای کافی نداشتن و هر لحظه در معرض حملات و فشارهای سنگین توپ و تانک دشمن و حملات هوایی و زمینی از انواع مختلف قرار دارن. و بعد اشاره میکنه که اینجا خیلی جالبه، دردهای آن را فراموش کرده ام، اما درسهایش را هرگز فراموش نکرد. دقیقاً این فعالیت ها، این برنامه ها، این مبارزه ها، اینا خب درد داره و درس هم داره در کنار. خوشا به حال کسی که مثل از این شهید بزرگوار دردها را فراموش کنه، اما درس ها همیشه به یاد او باشه و هرگز فراموش نکنه. و نکته دیگری که این شهید بزرگوار اونجا اشاره میکنه و یک درس خیلی مهم و ارزشمنده برای ما و شما داره، اینه که اشاره میکنه که ما 3 ختم قرآن کریم داشتیم و در لحظه ختم گرد هم می آمدیم و جمع می شدیم. وقتی قرآن کریم رو تمام میکردن و با دوستان و عزیزان مجاهدینی که بودن اینا رو صدا میکردن و در کنار هم قرار میگرفتیم. و مبنای ای را هم اشاره میکنه، بدون دلیل صحبت نمیکنه. همونطور که در قسمت های قبلی اشاره شد، این شهید بزرگوار، این مجاهد عزیز ما محمد زکی حمد، علوم شرعی را خونده بوده، خطیب بوده و بالاخره در این راستا اهل فن بوده. میگه که همان گونه که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه برای ختم قرآن کریم مردم را جمع میکرد و این روایات هست در این ارتباط که این صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم خانواده و عزیزان خود جمع میکرد و وقتی قرآن کریم را تمام میکرد و با دعا میکردن. و این میگه که ما هم به تأسی از این صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی قرآن کریم تلاوت میکردین و به پایان میرسید، این برنامه را اجرا میکردین. جزاکم الله خیر الجزا. از همه شما عزیزان و گرامیان سپاسگزارم و شکرگزاری دارم که این بحث را دنبال میکنین و عزیزانی که زحمت کشیدن در تهیه سلایت ها و ثبت برنامه، الله مهربان برای همه جزای خیر و جزای نیک عنایت بفرمایه و همه ما را در صف ای مجاهدان و شهیدان قرار بده و ما را از ثواب و پاداش ای عزیزان که در مسیر حق
به طور مستقیم و مباشر در صف اول قرار داشتن، ما را هم بالاخره الله متعال محروم نگردانه و توفیق بده که بتونیم در حد توان خود قدم های را برداریم. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.